به این ویدیو تا آخر گوش کنیم ببینین چی میگه، چه معنی داره، حقیقت پنهونه. به چی گوش میدی پسرم؟ اگه تو اسلحه داشته باشی و منم اسلحه داشته باشم میتونیم در مورد قانون حرف بزنیم. اگه تو چاقو داشته باشی و منم چاقو داشته باشم میتونیم در مورد قواعد حرف بزنیم. اگه دستت خالی باشه و منم دستم خالی باشه میتونیم در مورد منطق حرف بزنیم. ولی اگه دست تو اسلحه باشه و من چاقو داشته باشم پس حقیقت در دست توه. اگه اسلحه داشته باشی و من چیزی نداشته باشم، چیزی که دست توه فقط یک سلاح نیست بلکه زندگی منه. مفهوم قانون، قواعد و اخلاق. زندگی زمانی معنا داره که بر اساس برابری باشه. حقیقت تلخ دنیا اینه که وقتی پول صحبت میکنه حقیقت ساکت میشه. وقتی قدرت وارد میشه حتی پول 3 قدم عقب‌تر میره. اونایی که قوانین رو میسازن اغلب اولین کسانی هن که اونو میشکنن. قانون برای ضعف‌ها زنجیر و برای قدرتمندها ابزار.